الهی که دعاهای حضرت سید الساجدین زین العابدین در حق همه ما به اجابت برسه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد محمدی شاهرودی عزیز، خیلی خیلی خوش آمدین. قبول باش. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. خدا انشاءالله از شما و همه دوستان عزیز بیننده هم قبول بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نمازها و روزها و همه کاری که انجام میدن. خدای متعال شاکریم که این توفیق نصیب شد که خدمت شما دوستان عزیز باشیم. از دو جهت خوشحالیم. یک، خدمت به بندگان خوب و قرآنی ها و ماه رمضانی ها، شهر الله، و دو اینکه موضوع کار ما بسیار موضوع شریفی است، گفتگوی علمی و بحث درباره مهمترین شاخه های علوم که آیتون محکمه باشه، که عقاید و کلام باشه. ما داشتیم اهمیت و ضرورت معادشناسی رو صحبت میکردیم. از راه عقل که 2 تا دلیل گفتیم. حالا میخوام که از راه علم و وجدان و تحقیق میدانی شما یه تحقیق بکنید. آخر ماه مبارک رمضان که شد، برید مثلا دادگستری ها یا پلیس، جاهایی که جرائم اونجا ثبت میشه، خواهید دید که منحنی جرم به شکل معناداری اومده پایین. همینطوره. چون بحث معاد و بحث خدا و بحث اینا که مطرح میشه، خود به خود جرم و بزه کم میشه. یه خبر خوبه. یه خبر بعدم اینه که بعد از ماه مبارک به مرور آمارا رو که نگاه میکنید دوباره میره بالا. خب همین، چون هر جایی که این بحثا باشه بزهکاری کم میشه، جرم و جنایت کم میشه. هر جایی که این حرفا نباشه جنایت. پس یه تحقیق میدانی هم نشون میده که اینا بحث مهم نیست، درسته، خوب و ضروری است. از راه دیگه هم میشه. شما خیلی راحت میتونید ببینید که مثلا یاد مرگ انسان آرام میکنه، غصه رو از دل میبره. بحث ما همین چیزاست دیگه. حتی کسانی که دنبال این هستن که غصه نخورن، راهش اینه. این بحثا غصه رو از بین میبره. همینطور کسانی که از زندگی سیر شدن، تو زندگی هدف ندارن، زندگیشون به پوچی رسیده، حالا پوچگرا نشدن ولی زندگی رو پوچ میبینن، یعنی به نوعی دچار یک نوع نیهیلیسم شدن. یکی از بهترین راهاش همین بحث است. این بحث انسان رو از پوچگرایی نجات میده، از بی‌هدفی و از سرگردانی نجات میده. خلاصه از راه علم هم که انسان وارد میشه، این بحثا بسیار مهم و ضروری است. من یه اشاره هم از راه نقل میکنم دیگه، این بحث تموم میشه. و اون این که قبلا گفته بودیم، قرآن میخواسته همه راههای هدایت و سعادت انسان رو بگه که انسان ها به سعادت برسن دیگه. ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن که میخواسته که همه راههای هدایت رو بگه، وقتی که حجم قابل توجهی از قرآن اختصاص پیدا کرده به معاد، شما چی نتیجه میگیرید از این؟ خب حجم قابل توجهی از قرآن اختصاص پیدا کرده به معاد، اهمیت موضوع برای مشخص میشه. اهمیت و ضرورت این بحث و ضرورت این بحث و توجه که باید بهش بشه، که اگه میخواد انسان هدایت بشه، اگه میخواد به مقصد برسه، از این راه باید. این راه برای انسان بسیار. همینطور وقتی انسان میره سراغ روایات، به خدمت نهج و بلاغه، یه خطبه است در شرح الحاکم التکاثر، خطبه 213 نهج و بلاغه فکر کنم، یا 212 213 باید بشه به نظرم. دوستان نگاه هم یا 12 یا 13. اونجا حضرت در شرح الحاکم التکاثر سخن میگه. ابن ابوالحدید، اون شارح نهج و بلاغه که سنی معتزلی است، ایشون قسم میخوره، من به همه قسم خورندگانی که همه عالم قسم میخورن قسم میخورم که این خطبه رو در طول 50 سال بیش از 1000 بار خوندم. عجب. بیش از 1000 بار خوندم. هر بار که میخونم
گویی که حضرت داره درباره من صحبت میکنه. حضرت اونجا بحث برزخ و که انسان الهاکم التکاثر حضرت اونجا بحث برزخ رو مطرح میکنه که الان اهل برزخ چه حالی دارن، چه جوری هستن. این دانشمند سنی میگه من بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم و هر بار میخونم برام تازگی داره. گویی که حضرت دقیقاً داره درباره من و اقوام من داره صحبت میکنه. آره. این بحث ها خیلی مؤثره. چرا حضرت انقدر در این باره صحبت کرده؟ چقدر از حجم از نهج بلاغه. یه توی که از برنامه عرض کردم، ظاهرا برنامه گذاشته بود که بیش از در خود بهارالانوار از جلد 6 تا جلد 11 این 6 جلد همش بحث معاده. اگر شما هر جلد رو 50 صفحه حساب کنید، هر صفحه مثلا 4 تا حدیث، چیز قریب 18000 16 تا 18000 حدیث تو این یک کتاب راجع به معاد بحث. اینا همه حکایت از اهمیت و ضرورت بحث معاد داره. خب من داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که عجیبه که این همه دین سفارش داره، حالا همه از آیات و روایات به ما که آقا برید سراغ معاد، یاد مرگ بیفتید، یاد بعد از مرگ باشید و اینا. درست به همین نسبت شاید خیلی بیشترش شیطان و ایادی شیطان در طول تاریخ و از جمله همین امروز دارن به ما میگن که آقا فکر نکنید به این موضوع، اینا باعث افسردگی میشه. همین 2 روز زندگی خوشی هم که میخواین داشته باشین، شادی و نشاط و بگو بخند و دستفشانی و پایکوبی، اینا رو از شما میگیره. اصلا به این موضوعات فکر نکنید، ولش کنید. خلاف این مطلب. یعنی تو فیلماشون، توی حرفاشون، توی صحبتاشون، توی انواع مختلف دارن این منطقه در واقع سعی میکنن به ما انتقال بدن. اینم قابل تأمل. خیلی ممنونم. اگه نکته‌ای ندارین بریم یک فاصله رو بگیریم و برگردیم، بعد سوالات مردم بپرسیم. اجازه میدین؟ بفرمایید. خواهش میکنم. در خدمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار من شروع میکنم به طرح پرسش های شما. محضر استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی عزیز. اعمال بد و خوب انسان چه تأثیری در تعجیل و یا تأخیر اجل داره؟ خیلی تأثیر داره. یعنی مثلا فرض کن گناه باعث میشه که مرگ ها زودرس بشه، صدقه باعث میشه که مرگ به تأخیر بیفته. امام صادق فرمودن از صدقتو تدفع میتة السوء. صدقه مرگ دلخراش و بد رو دفع میکنه. و فرمودن که من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده. یعنی مثلا در یه شهری 100 نفر مردن، 70 نفر یا بیشترشون رو گناه کشته، 30 نفر یا کمتر اجلشون رسیده بود باید میمردن. و فرمود و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. کسانی که به سبب احسانشون عمر میکنن بیشتر از کسانی که از عمرشون مصرف میکنن. یعنی 100 نفر دارن زندگی میکنن، 70 نفر یا بیشترشون سر سفره احسان نشستن، 30 نفر یا کمتر از عمرشون استفاده میکنن. از این دست باید فراوان داریم. یک صله رحم امام رضا علیه السلام فرمودن عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش میده و یک قطع رحم عمر 63 ساله رو به 33 سال تقلیل میده. همینطور از این عوامل مادی و معنوی، پرخوری مرگ میاره جلو، اعتیاد، مواد مخدر، الکل، اینها باعث میشه که انسان مرگش. شنیدی که از سیگار 14 دقیقه عمر کم میکنه؟ آره. پس انسان میتونه با سیگار کشیدن چیکار کنه؟ مرگش رو بیاره جلو. و میتونه با ورزش کردن مرگش رو بره عقب. پس بله، انسان در هم زمان کم و زیاد کردن زمان، هم کم و کیف، هم انسان میتونه با شکوه ترین مرگ ها رو برای خودش رقم بزنه و میتونه هلاک بشه، نفله بشه. مثلا فرض کن بر اثر اعتیاد بیفته توی جدول و همونجا هم مثلا بمیره. و میتونه بره مثل شاید حاج قاسم سلیمانی بخواد با اون مرگ با شکوه. بقیه شهدای ما همه شهدا. پس دست خود انسانه. پناه بر خدا از پرخوری و پرخوابی. واقعا این سبک زندگی اگه بخواد اصلاح بشه دو رکن اساسیش همیناست دیگه. بله، در روایت داریم که
اومد خدمت پیامبر گفت که یا رسول الله اجازه میدید من آرزوی مرگ کنم؟ پیامبر فرمود مرگ یه امر ناگزیری خودش میاد، نیاز نیست که بخوای آرزوی مرگ کنی، ولی قبل از مرگ باید برای 10 گروه هدیه و سوغاتی تهیه کنی، هر کدامشون 4 تا، یعنی 40 تا سوغاتی باید تهیه کنی. سوغاتی از جبرائیل 4 چیزه: کم خوردن، کم خوابیدن، کم گفتن و مداومت بر حمد. به به به. اینا با این چیزها انسان اللهم ارزقنا فرشته خوب میشه. خیلی واقعا خیلی. آره، کم صحبت کردن، کم خوابیدن، کم خوردن و مداومت بر حمد. حمد زیاد داشتن. الحمدلله رب العالمین. یه چیزی هم من بپرسم این که فرمودید یه کارایی باعث میشه که عمر زیاد بشه و یه کاری باعث میشه عمر کم بشه، اومدیم و یه جایی اصلا صلاح در اینه که عمر کم باشه. بله. ولی از طرفی هم دید و بازدید زیاد رفته، اون میخواد عمر زیاد بکنه، ولی این بنده خدای هرچی بیشتر میره گناهاش زیاد میشه. همون بهتر که سریعتر بره که بارش سبکتر اون گناه خودش عمر کوتاه میکنه. اگر صلاحش این باشه که بره، همون خلافکاری که همون صلاحی که هست میاد و اونو کوتاهش میکنه. یعنی خلاصه به اون چیزی که به صلاحش میشه، اگه اون کار خیر رو کرده باشه، اون چیزی که به صلاحش بشه اتفاقا. خیلی خوب. گفتن آیا سوگواری افراطی ارواح رو معذب میکنه؟ ارواح رو معذب نمیکنه. مثلا مؤمن بخواد اونجا به عذاب بیفته که چرا اینها دارن زیادی گریه میکنن، به سر سینه میزنن، بلکه تعجب میکنه. ارواح خوب دیگه، پاک خوب ها. این که من که جای بین خوبی دارم، راحت شدم، او به جای اینکه بخواد خوشحالی کنه، به جای اینکه بخواد شادی کنه، چرا انقدر قصه میخوره، چرا انقدر ناراحتی میکنه؟ بنابراین به اون معنا که معذب بشن نه، به این معنا که متعجب میشن چرا اینا به سر و سینه میزنن. من که تا حالا درد داشتم، این همه زجر و شکنجه داشتم، اینا هیچ نمیگفتن، دور من آروم بودن. حالا که من راحت شدم، این چرا گریه میکنن؟ مخصوصا که مؤمن باشه نه، فقط یه تعجبی میکنه که چرا این کاری میکنن، و اگر مثلا حرفش میشنیدن میگفت چرا گریه میکنی؟ من که راحت شدم، من که جای بین خوبی دارم. اما اگر غیر مؤمن باشه، بله، این به اعتبار این که چرا خوب تربیتشون نکردم که حالا اینجا به جای اینکه بخوام برای من دعا کنن، به جای اینکه بخوام برای من کاری انجام بدن، دارن به سر و سینه میزنن، اون ناراحت میشه. چون متوجه این چیزها میشه. یه حدیثی از پیامبر، حدیث زیبایی از پیامبر هست، فرمودن که از جای عبور میکردن، مرده رو دفن کرده بودن، اطرافیانش به سر و سینه میزدند و گریه و زاری و زجر و ناله و سر و صدا. پیامبر فرمودن رکعتان خفیفتان التی تحتقرونها احب الی صاحب هذا القبر من دنیاکم و ما فیها. 2 رکعت نماز سبک که شما کوچیک میشمرید، برای صاحب این قبر از همه دنیای شما و آنچه در دنیای شماست بهتر و بیشتره. چرا؟ چون از اون طرف هر دو رو میبینه، هم دنیا رو میبینه با همه طول ارزش، همین 2 رکعت نماز رو بعد مقایسه میکنیم، این 2 رکعت نماز از همه دنیا و اونچه در دنیاست محبوبتر و بهتر هست. منظور پیامبر میگه این کارش ما چه فایده داره؟ خاطر دنیا داری به سر سینه میزنید، یا چه فایده به حال مرده داره؟ 2 رکعت نماز خفیف، خیلی اصلا کوتاه بخونید، براش خیلی بهتر از این کاری که شما دارید انجام میدید و این طول ارزشی که دارید. بله. خیلی خوب. گفتن آیا افراد مؤمنی رو دیدم که جون دادنشون خیلی سخت بوده. آیا ایمان واقعی تأثیری توی راحتی جون دادن نداره؟ چرا؟ از کنم که ایمان و عمل صالح در از بین رفتن سکرات موت و آسون جان دادن هم تأثیر داره. چنان که خیلی از عبادات تأثیر داره، ایمان هم تأثیر داره، عمل صالح هم تأثیر داره. اما گاهی ممکنه که مؤمنی باشه که یک ناخالصی در وجودش هست، یک گناهی مرتکب شده که این گناه باید پاک بشه. تو دنیا هم پاک نشده، اون سکرات موت پاکش میکنه. سختی جان دادن، جان کندن ها پاکش میکنه که وقتی وارد بر خدا میشه دیگه ناخالصی نداشته باشه.
از اون طرف گاهی ممکنه کافری باشه یا فاسقی باشه که کارهای خوبی انجام داده، به بندگان خدا خدمت کرده، حتی ممکنه به دین خدمت کرده باشه. این باید تصفیه حساب بشه. تو همین دنیا خداوند با سلامت، با شهرت، با ثروت، چیزی از این قبیل حسابش تصفیه میکنه. نشد مرگش انقدر لذت بخشه، انقدر لذت بخش، همه لذت های دنیا بهتر. مرگ اون کافر فاسق از هر لذتی که شما در دنیا تصور کنید لذت بخش تره، که در واقع پاداشش رو بگیره، پاداش تصفیه حساب بشه. بعد این ولی اگه بدون اون لحظه که داره تصفیه حساب میشه میگه خدا اینو تصفیه نکن، بذار اون طرف. بله. نه این که اگه دیدید که حالا البته از این طرف هم معیار نیست ها، از این طرف نباید ما بگیم که ما میگیم فلانی سخت جان داد. از خودش بپرسید اون طرف میگه نه یه گل آوردم گفتم بو کن، بو کردم تموم شد. ما ظاهر میبینیم مثلا دردی داره میکشه، درد و رنجی داره، تو بستره، میگیم مثلا یک هفته 2 هفته بیهوش بود، یا تو کماست مثلا. آره. از این طرف ما نگاه میکنیم میگیم چقدر سخت جان داد مثلا. اما که مثلا با یه تصادف از دنیا میره میگیم چقدر راحت، یا سکته میکنه میگیم چقدر راحت، سکرات موت نداشت. از خودش بپرسید میگه که 70 سال من جان میکندم. از اون طرف باید معیار اون طرفه، نه این طرف. بنابراین این که از این طرف نگاه میکنیم، بله گاهی میگیم که فلانی راحت جان داد، فلانی راحت جان، مثلا شهدای کربلا ما میگیم که خب تیربارون میشدن، تیکه تیکه میشدن، اربا میشدن. بله. ما مرگشون رو بد میبینیم. از خودشون که بپرسیم میگن نه، چند تا گل به سمت ما پرتاب شد و ما هم تمام شد کارمون. یعنی براشون مثل این که گل بو کرد، نه گل به بدنشون خورده بود. اون نیزه که به بدن میخورد که بدن رو سوراخ میکرد، براشون مثل این که یه گلی به بدن خورده باشه. از اون طرف باید نگاه کرد. و 2 تا نکته عرض کردم که هر دوش مهم بود، حتما دوستان عنایت خواهند فرمود. یک برای تصفیه هست، اگر گناهی داره مؤمن باید اونجا تصفیه بشه که پاک بر خدا وارد بشه. امام کاظم داشتن عبور میکردن، یک فردی در حال احتضار بود، اطرافیانش گفتن که صاحب ما رو در چه حالی میبینی؟ داشت جان میکند به اصطلاح. امام فرمود در آخرین تصفیه ها داره پاک میشه که بر خدا که وارد میشه پاک بر خدا وارد بشه. آخرین تصفیه ها داره انجام میشه. پس برای مؤمن اینه. برای کافر برعکسه. کافر باید تصفیه حساب بشه، با این راحت جان دادن تصفیه حساب میشه. من فکر می‌کنم که از این طرف حساب نکنن دوستان، از اون طرف. اون طرف با این طرف فرق می‌کنه. بله. اینم نکته قابل تأملی که فرمودین. ولی حالا اگر کسی کافری خیلی زندگی سیاهی هم داشت و حتی لحظه جون دادنش هم سخت و سیاه بود که دیگه معلوم که گناه هم زیاد داشته، کار خیلی هم انجام نداده، حسابش با بر خدا. خب اگر موافقین بریم یه فاصله بگیریم و برگردیم و بعد بقیه سوالات رو مطرح کنیم بپرسیم. بفهمید خواهش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 259 سوره مبارکه بقره رو با هم دیگه زمزمه کردیم و ماجرای پیامبری که وارد روستایی آبادی میشه و میبینه همه چیز ویران شده و مردم همه جان دادند و مردند و ابراز شگفتی میکنه از اینکه چطور خدا میخواد همه اینها رو مجدد دوباره زنده بکنه. خوب حالا شما هم یه توضیح بدین استاد راجع به این آیه اگه موافقین. بله. او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها قال انا یحیی هذه الموتى. گفت این پیامبر الهی که حالا گفتن عزیر بود یا ارمیای پیامبر بوده، گفت که خدا این مرده هایی که الان متلاشی شدن با هم قاطی شدن چون ظاهرا یک اپیدمی، یک بیماری همه‌گیر اومده بود، اینا فرصتی نیپان همدیگه رو دفع کنن پیدا نکرده بودن، یک جا مرده بودن و بدنها متلاشی شده بود با هم، چیزی بدتر از کرونا. آره با هم قاطی شده بود. گفت اینا چطور ممکنه اینا دوباره زنده بشن، بدنهایی که متلاشی شدن و قاطی پاتی شدن. آره. فاماته الله مع طعام. خدا هم 100 سال میراندش، بعد بیدارش، بعد زندش کرد. ازش پرسید که کم لبسته، چه مدت گذشته؟ گفت لبسته یومن و بعد یوم. گفت اول گفت یه روز، بعد دید که مثلا صبح اومده الان بعد از ظهره. گفت نصف روز اینجا خوابیدیم. بهش گفت بله لبسته مع طعام. 100 سال مردی. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه. نگاه کن به غذات و نوشیدنیت که دست نخورده باقی مونده. غذاش
عرض کنم نانی بود و پنیر ظاهرا یا نان و میوه‌ای و عصاره میوه، آب میوه مثلا. بعد از 100 سال گویا که همین الان از تو یخچال بود، سالم سال. وانظر الی حمارک، الاغ مرده بود، خاک شده بود و با خاک یکسان شده بود. عجب. بعد این خاک ها شروع کرد جنبش اومدن و اون اسکلت الاغ اول درست شد و روش پوشیده شد، یه عطسه کرد و شد الاغ. خدا بهش گفت اینجوری زنده میکنیم مرده ها رو، نشون داد بهش اون. حالا نکاتی که اینجا وجود داره، یکی این که این بحث ها که مثلا دربارش فکر کنه چجوری هست، عیبی نداره. یه پیامبر خدا هم وقتی صحنه میبینه سوال براش به وجود میاد، اشکال نداره که دوستان براشون سوال به وجود بیاد، بپرسن. اصلا بریم دنبال این موضوعات. حتی پیامبران هم میبینید که این آیه بعدش هم باز همینه دیگه. از ابراهیم هم میگه من نشون بده چطور مردار رو زنده میکنی. اینا بحث خوبی است که مطلب بعد این که در واقع اینجا قرآن کیفیت احیاء مرده ها رو نشون میده. حالا ما بعدا انشالله شاید این بحث رو داشته باشیم. قرآن برای اثبات معاد یک روش خاصی داره. بله. معمولا متکلمین حکما میخوان معاد ثابت کنن، از همون اول میان و از برهان حکمت استفاده میکنن، از برهان عدالت استفاده میکنن تا برهان رو میان پس معاد ضرورت داره حتما باشه. قرآن این روش رو به کار نمیره. قرآن به تدریج اول امکان معاد ثابت میکنه با مثالهای فراوان، بعد وقوع رو ثابت میکنه. ببینید این کارا رو کردیم ما، به طبیعت نگاه کنید که هر سال میمیره و زنده میشه. کذالک النشور، قیامت هم همینجوره با نشان دادن وقوع مثل همین جریان. و در مرحله آخر دیگه میگه حتما واجب است که معاد باشد، بحث ضرورت معاد مطرح میکنه. یعنی اینجوری پله پله میاد تا این یکی از اون مواردی است که میخواد بگه که ببینید که مردار رو زنده کردیم، 100 سال مرد زندهش کردیم، الاغ مرده بود خاک شده بود، دوباره زندهش کردیم شد الاغ کامل. اینها در واقع نمونه هایی است که نشون میده. نکته بعدی که به نظرم باید روش کار بشه، کار هنری و کارهای از کنم فیلمی یا گرافیک چیزایی که باید، اینا کارهایی که خیلی مؤثر هست برای هم اخلاق هم تربیت هم معاد، برای معاد شناسی. اگه اون چیزا کار بشه، قرآن دیگه متن قرآنه. این از کنم قصه حضرت یوسف که اون فیلم از یوسف، سریال از یوسف که انقدر خوب بود، به خاطر اینکه متن قرآن بود. چون در قرآن بود این به نمایش در آمده بود و خیلی زیبا بود. اینجا هم میشه از این چیز کار هنری استفاده کرد. و نکته آخر این که کسانی که سرکی برزخ کشیدن و برگشتن، بعضی ها خیال میکنن که اینها همه حقایق برزخ رو دیدن. این شخص پیغمبر بوده، خب سعی وجودش خیلی بیشتر از انسان‌های عادی است. رفته نه 1 ساعت 2 ساعت تو عالم برزخ، 100 سال مرده. وقتی برگشته مثلا به اندازه اینکه حالا چند ساعتی خوابیده به نظرش اومده، اونم از دور و برش که نگاه کرد این چیزا هم گفت. پس نباید انتظار داشته باشیم کسانی که حالا مرگ رو تجربه کردن و هر حال همه حقایق برزخ رو دیده باشن. نه، حالا گاهی معماهایی هم مطرح میکنن، میگن که این پدر و پسر کیا بودن که پدر 100 سال از 70 سال از پسرش کوچکتره. یا میگن 2 تا برادر بودن، یه روز به دنیا آمدن، یه روز از دنیا رفتن، یکیشون 100 سال از اون یکی دیگه بیشتر عمر کرد. یکی عزیر بود که هم عزرا یا عزیز. اینا یه روز به دنیا آمدن، یه روز هم از دنیا رفتن. یکیشون 150 سال از دنیا رفت، یکیشون 50 سال از دنیا رفت. چاله. آره. یه شبهه‌ای رو حالا تکلیفش همین الان روشن بکنیم. به نظرم خوبه. شبهه در واقع توی این سالها خیلی تکرار میشه و گفته میشه. اونم اینه که چطوره که ما هر چی معجزه داریم برمیگرده به گذشته. مثلا عصای حضرت موسی و شکافته شدن رود نیل، اصلا همین که فرمودید، همین ماجرای این آیه 259 سوره بقره که معجزه است دیگه در واقع. و معجزات این چنینی، ماجرا حضرت ابراهیم و حالا تا صدر اسلام و اینا،
یا معجزاتی که اهل بیت رقم زدن و اینها. چرا اینها همه تا زمانیه که بشر، یعنی از زمانی که بشر تونست اتفاقات رو ثبت و ضبط بکنه، از اون به بعد دیگه انگار ما معجزه‌ای رو نمی‌بینیم. به خاطر همین شبهه میکنن، میگن پس معلوم نیست اصلا اینا بوده باشه. چطور پس از موقعی که دیگه بشر تونست ثبت و ضبط بکنه، تصویر بگیره، صدا ضبط کنه، مثلا دیگه چنین معجزاتی اتفاق نیفتاده تا الان؟ چند نکته اول این که خب بر حسب مقتضیات زمان و سطح فکر بشر خدا کارا عوض که نمیکنه که. بله بله. اون زمانی که بشر عقلش به چشم میشه، تنها راه این که بخواد ایمان بیاره اینه که خلق عادتش که چشمش میبینه نشون بده بهش. بله. عقلش به اون حد نرسیده که از طریق استدلال بخواد حق رو بفهمه. باید حتما ببینه. باید ببینه. این معجزه بهش نشون میده. راست. قبول نداره این معجزه. ما وقتی که انسان به حدی از عقلانیت رسیده که عقلش حقیقت رو میفهمه، که چه نیازی به خلق عادته. فراموش نکنید خلق عادت استثناست، شکافتن معجزات سنت های خداست. اون چیزی که بر عالم حاکمه، این که آتش باید بسوزونه، سنت خداست. بله. حالا این آتش سرد و سلامت شد، این خلاف سنته. این سنت شکافته شد، عادت خلق شد. اگر بخواد این عادت ها خلق بشه دیگه زندگی نمیشه کرد. استثناء، اونم استثناء خیلی دور. قاعده اینه که هر عادتی سر جای خودش باشه. آتش بسوزونه، یخ سرد کنه، ماه دونیم نشه، چوب دستی اژدها نشه. والله بخواد خلق عادت اومد، سنت ها به هم میریزه. همینطوره. خب مادامی که بشر نیاز نداره، عقلش کافیه، چرا بخواد خلق عادت بشه؟ چرا اون استثناء بخواد اجرا بشه؟ یعنی اون این ماجرای از عزیر که فرمودین که استخونها بلند شدن، تبدیل به اون چهارپا شدن و عطسه‌ای کرد و بعد پیکرش هم اضافه شد و زنده شد و اینها، به این دلیل اتفاق افتاد که اون عقلش مردم اون زمان میخواستن ملموس ببینن. حتی ابراهیم خلیل الله هم میگه خدایا به من نشون بده چطور زنده میکنی مرده ها رو. وقتی هم میگه مگه تو ایمان نداری؟ میگه چرا ایمان دارم، میخوام که قلبم آرام بشه، میخوام به اطمینان برسم. بله بله. امروز وقتی کسی با استدلال، با برهان به اطمینان میرسه، چه نیازی داره بخواد مرده زنده بشه براش؟ این یک مطلب. مطلب بعد این که باز برمیگردیم به این که کسانی که این حرف رو میزنن تنها راه معرفت رو حس میدونن. این ما باید مرتب این ترجیباً رو مرتب تکرار کنیم که آقا راه معرفت 4 تاست. یکیش حسه. چرا شما تو حس در جا میزنید؟ وقتی عقل هست، وقتی نقل مطمئن که همه قبول دارن هست، وقتی دل میگه حرف درسته، شما فقط به خاطر حس انکار میکنید. مطلب بعد این که کی میگه که الان نیست این حرفا؟ شما برید حرم امام رضا علیه السلام، اون بخش کرامات رضویه، بله بله، ببینید در طول سال چه تعداد از اینها رخ داده. فیلم هم گرفتن، اینم هست، همش هست. کی میگه نیست؟ در کشور اطراف ما اتفاقاتی افتاده، اتفاقات عجیب. با قرآن اهانت کردم، کل اون ساختمان رفته پایین. اینا که هست، فیلمش هم هست، موجود. از کنم که فیلم های که چیز بنابراین این که میگیم نیست، چرا هست؟ برن حرم از معصومه سلام الله علیها، بیماری که لاعلاج بوده درمان شده و همش هم اسنادش هم موجوده. پس این که بگیم الان دیگه نیست، هست، منتها در همون حدی که لازم هست که باید. پس این که گفتن که الان که دیگه فیلم دوربین اختراع شده کرامت نیست، معجزه نیست، این غلطه. مثلا الان روز جمعه است، متعلق به حضرت حجت تشریف بیارن، ممکنه اتفاقات خرق عادت به این شکل مثلا؟ به ندرت، چون استثناست. اون موقع ما الان به ما میگیم خب این خرق عادته. این که مثلا فرض کنید یا خانمی از این طرف عالم به اون طرف عالم، یا از شرق مثلا کشور به غرب کشور با همه زیورالاتش، با همه اون تلاجاتش بره و هیچ خطری رو تهدید نکنه، این معجزه. ولی خب دزد و یاغی چی پرن تو جامعه. ولی اون زمان اتفاق میفته. چرا معجزه میشه؟ نه معجزه نمیشه. پیشرفت علم، فرض کنید که از طریق مثلا مونتوریک همه این
لحظه ها زیر دید دوربین باشه خب و دوربین ها همه صحنه ها رو بگیرن و به شکل کاملا از کنم که اتوماتیک، نه اینکه آدم بخواد تو اتاق مونیتور نشسته باشه و نگاه کنه، بلکه خود به خود کامپیوتر این کارو بکنه. کسی چپ این خانم نگاه کرد فوراً بهش هشدار بدن، حتی گوشی بگیرن بگن حواست جمع کن ما داریم میبینیم. همش علم ها، هیچ کدام دست بشر نیست. منتها علم اون عصر، علم اون عصر، یعنی با همون پیشرفت علمی دیگه نیاز به معجزه نیست. خیلی خیلی ممنونم استاد محمدی شارودی عزیز، خیلی استفاده کردیم. نکته‌ای ندارین؟ مخلصیم، محتاجیم به دعاتون. آخرین جمعه سال هم تمام شد و چشم ما به رخسار دلارای یوسف زهرا روشن و منور نشد.